اقدام به خودکشی خیلی ندیدم. فکر کردن که هست، فکر میکنم بچه‌های تو سن و سال من الان خیلیشون باشه. من از خودم از کسایی بودم که دوستم مثلا تو اوایل نوجوانیش خیلی با من مثلا درباره افکار خودکشی حرف میزد. بودن تو اطرافم یه نفر که خودش از پل هوایی پرت کرد پایین، میگفت به خاطر یه دختره این کارو کرد. قرص یه بار دوستم زیاد خورده بود، معده‌اش رفتن شستشو دادن. خیلی‌هاش به خاطر وضع جامعه است. توی جامعه مثلا جامعه ما مثلا گفتم به خاطر همون وجود رسانه‌ها، مثلا تصویرایی که از دنیاهای دیگه به ما میرسه، مثلا نگاه که میکنم میبینن خب زندگی ماها با عنوان نوجوان اینقدر داره ساده و روز با روز زندگی میگذره، این تاثیر زیادی داره. من خیلی‌هاشون عوامل خانوادگی و مسائل خانواده خیلی تاثیر داشت. روی بعضیشون مثلا میگفتن که بیشتر به خاطر اون ساپورت و حمایتی که نداشتن. این فشارها فقط یه نوع فشار نیست، خیلی فشار رو بچه‌های مثلا همسن سال من هست. فشارهای آینده، مثلا می‌بینید مثلا یه خانواده پدرش روانشناسه و زور میکنه که پسرش هم باید روانشناس بشه. مثلا یکی از دلایل ناکامی مثلا کنکور، مثلا تو این سنی که من هستم کنکور خیلی تاثیر داشت. مثلا فشار روحی که من میدم میکشه، مثلا دیده بودم که دور و برم به خاطر کنکور موهای یه نفر بریزه. افراد زمانی فکر میکنن که خودکشی کنن که مثلا نمیتونن یه مسائلی رو حل بکنن. خب مشکل کسایی که اصلا دست به خودکشی میزنن اینه که اصلا با کسی حرفش رو نمیزن، با کسی مثلا نمیگن که حالشون بد و کمک بخوان. خودکشی خب آمارش هی داره میره بالاتر، هم توی ایران هم تو کل جهان. پس دلیلش صرفا معیشتی نمیتونه باشه. احساس میکنن هیچ که حرفشون رو نمیفهمه، احساس میکنن توی غم و دردی که دارن خیلی تنهان، چون با هیچ کس هم در موردش صحبت نمیکنن و هیچ چیز دیگه ای رو به جز این نمیبینن، تجربه بقیه رو نمیبینن، حرفای بقیه رو نمیشنون و احساس میکنن توی این رنج خودشون تنهان یا کسی دیگه همچین رنجی رو تحمل نکرده یا اینکه از پسش نمیتونن بر بیان. متاسفانه کلاً ارتباط، صحبت کردن، وارد دیالوگ شدن، از احساساتشون صحبت کردن و حرف زدن توشون خیلی ضعیفه. خب یعنی هر مشکلی که براشون پیش میاد فکر میکنن که خب اولین چیزی که به ذهنشون میرسه خب این من توی قضیه تنهام، خب چه فایده داره اگه به کسی بگم و خب حالا یه جوری حلش میکنم و اگه نتونستم حلش کنم خب خودم از بین میبرم. خب بچه‌ها ما یکم کم طاقت هم شدن. مدرسه هایی که باز یه ذره بالاترن میدونم تا حدی این مشاور رو دارن. مدارسی که خیلی شهریه بالایی میگیرن مثلا مشاورم اگه بزنن مشاورهای درسی هم اصلا نمیگن تو مدرسه. حداقل مدرسه که من بودم، با اینکه مدرسه خوبی هم بود مشاورم داشت، ولی اصلا نمیگن این چیزا رو. مدرسه خودش یه فشاره و اعتماده و رابطه خیلی خیلی ضعیفه. ما همونطور که مدرسه ها رو تونستیم مجازی بکنیم میتونیم کلیپ های آموزشی درست بکنیم، میتونیم مشاوره های مجازی رو از راه دور بذاریم. حتی اگر هیچ کس در دسترس تو نیست 1480 خط اتصال مشاور توی همه کشور هم هست، مال بهزیستیه، میشه باش تماس گرفت. 123 اورژانس اجتماعی میتونم تماس بگیرم، اطلاع بدم. یه قسمت از قضیه اینه که من مراقب خودم باشم. یه قسمت از قضیه هم اینه که من حواسم به دوستانم و اطرافیانم هم باشه. این تو درون خودش به خودکشی میرسه، ربطی به دوستاش نداره. شما مثلا نمیتونید بگی خب چون دوستش خودکشی کرده اینا به فکر خودکشی میفته. مثلا من یه دوستی داشتم که خیلی به فکر خودکشی بود ولی انجام نداد این کارو. گفت که اگه مثلا من این کارو انجام بدم به اطرافیانم بیشتر ضربه میرسه. که ما هم بهش گفتیم کار خوب میکنی. اگرم یه زمانی مثلا یه لحظه انقدر حالم بد میشد که بخوام فکر کنم به همچین موضوعی، خیلی مامانم و حمایتگر میدیدم. فقط به خودشناسی برسی که خودتو باور داشته باشی. اونجوری که من کتاب میخونم، مطالعه میکنم،
شاید کتابایی بخونم که اصلا خیلی از بزرگترم سراغشون نرن، از سیاسی گرفته تا هزاران موضوع دیگه. این برای من باور شد که خب منی که به این موضوع علاقه دارم ممکنه خیلی دیگه علاقه نداشته باشم، پس قطعا من یه چیزی تو خودم دارم که بقیه ندارن و همین باعث شد که خب به فکر خودکشی از سرم بره بیرون. من چطوری از این افکار خودم رو دور کنم؟ خب حل مسئله‌مون یه مقدار زیادی ضعیفه. خب و اولین و ساده ترین راهکاری به ذهنمون میرسه معمولا ترجیح انجامش بدیم. من بعد یکم بیام به خودم دقت بکنم، یه ذره به خودم بیام ارتباط بگیرم، ببینم چه وقتایی این فکر میاد سراغم. اگه مثلا منو دوست خودشون بدونن قطعا میگم این کارو نکنید، ولی من حرفم اینه که این نسل حیفه که همچین مشکلی براش پیش بیاد که مثلا به خاطر یه دونه گوشی بخواد خودکشی کنه. مشکلات کمی نیست، خب این زیاده، مثلا نیست این کار. میشه خیلی چیزا رو عوض کرد.